سلام، شاداب شاعلی هستم، دکترای تخصصی سلامت باروری و جنسی، عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا و کلینیک سلامت جنسی هستم. امروز میخوایم در مورد خشونت وابسته به جنسیت و خشونت جنسی صحبت بکنیم. میدونیم که توی دوران کرونا و پسا کرونا به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد، مشکلات اقتصادی که اتفاق افتاد، خیلی از افراد ممکن بود با اضطراب، استرس و بقیه مواردی که باهاش روبرو بودن با خشونت مواجه بشن یا حتی خشونت ورزی بکنن. میخوایم بدونیم اصلا خشونت وابسته به جنسیت یعنی چی؟ یعنی هر نوع رفتار خشنی که به یک زن به خاطر جنسیتش وارد میشه، ما اون رو میگیم خشونت در واقع وابسته به جنسیت. این ممکنه آسیب‌های جسمی براش وارد بکنه، آسیب‌های روحی براش وارد بکنه، آسیب‌های حتی اقتصادیش رو براش بیشتر بکنه. از طرفی بعضی از افراد ممکنه بگن ما تنها مورد آسیب بدنی یا خشونت جسمی یا کلامی واقع نمیشیم، بلکه این خشونت جنسی هست. یعنی مراجعه میکنن پیش ما و از خشونت جنسی شاکی هستن. چه چیزی رو ما میگیم خشونت جنسی؟ خشونت جنسی در واقع تلاش هست برای به دست آوردن یه رابطه جنسی برای کسی که خودش تمایلی به اون رابطه جنسی نداره. پس میتونه توسط هر کسی این اتفاق بیفته و در هر مکانی، حتی توی خونه یا محیط کار یا هر جای دیگه. پس فکر نکنیم الزاما خشونت جنسی چیزی هست که توی خیابون اتفاق میفته یا توی محیط متروکه خالی از سکنه اتفاق میفته. اصلا اینجوری نیست. خیلی از مواقعی که خشونت جنسی اتفاق میفته اتفاقا برای افرادی هست که توی یک خونه و با هم زیر یک سقف دارن زندگی میکنن. پس میتونه توسط پدر، برادر، عمو، غیره میتونه اتفاق بیفته. پس حواسمون به این موضوع باشه. حواسمون هست که خشونت جنسی میتونه خیلی عواقب داشته باشه برای افراد. این خشونت جنسی میتونه باعث حاملگی ناخواسته بشه برای یه خانم، میتونه باعث بیماری‌های منتقل از طریق جنسی بشه، HIV ایدز یا HBS در واقع اون هپاتیت رو برای فرد ایجاد بکنه. میتونه وقتی که این اتفاق برای فرد افتاد حتی مستعدش بکنه برای افزایش رفتارهای پرخطر جنسی. میتونه اون رو در معرض شریک جنسی مسن‌تر قرار بده. میتونه دردهای جسمانی طولانی مدتی رو براش فراهم بیاره با دلیل مبهم. یعنی حتی خود فرد ممکنه ندونه که این اتفاقی که براش افتاده میتونه باعث این دردهای بدنی مزمن یا این بیماری‌هایی بشه که به خاطرش به ما مراجعه میکنه. از طرف آسیب‌های روانی زیادی میتونه برای فرد ایجاد کنه که این آسیب‌های روانی میتونه روی عملکرد شغلیش حتی تأثیر بذاره، روی عملکرد اجتماعیش تأثیر بذاره، فرد رو حتی از اجتماع زده بکنه. برای یه بچه حتی ممکنه این اتفاق بیفته و این وقتی برای بچه ها اتفاق میفته معمولاً اثراتی که براشون داره اثرات طولانی مدت هست. میتونه با افسردگی باشه، میتونه با اختلال اضطراب بعد از سانحه‌ای باشه که براش اتفاق افتاده، حتی میتونه باعث ایجاد خودکشی توی یه بچه بشه. طرد شدن از خانواده ممکنه برای اون فرد اتفاق بیفته که مورد خشونت جنسی قرار گرفته. خیلی مواقع هست که فردی که مورد خشونت قرار میگیره خانواده بهش انگ میزنن، میگن تقصیر خودت بوده که این اتفاق برات افتاده. ممکنه طردش کنن و دیگه حتی از نظر حتی اگر وضعیت اقتصادی پایینی داشته به خاطر این طرد شدگی وضعیت اقتصادی بدتری پیدا بکنه. حالا ما اینجا چیکار میکنیم براشون؟ ما ترجیح میدیم اگر کسی با خشونت مواجه شده، حالا مخصوصا خشونت جنسی، در درجه اول ارزیابی و معایناتش رو انجام بدیم. اگر که تیم حمایتی نداره معمولا درخواست کمک میکنیم، تشکیل تیم حمایتی براش انجام میدیم. به اضافه این که آموزش میدیم که از کجاها میتونه کمک بگیره در چنین مواقعی وقتی که مورد خشونت واقع میشه. به جز این اگر مورد خشونت جنسی قرار گرفته باشه حتما باید حواسمون باشه به این موضوع که کسی که مورد خشونت جنسی قرار میگیره باید روش‌های پیشگیری از بارداری رو براش تمرین بکنیم، پیشگیری از عفونت‌های منتقل از طریق جنسی رو براش فراهم بیاریم، ارزیابی بکنیم آیا در معرض این خطرات بوده یا نبوده. هم براش حتما
یک سری واکسیناسیون های پیشگیرانه باید براش انجام بدیم و ارزیابی های روانپزشکی براش انجام بدیم. این ارزیابی ها حتما درمان هایی رو در پی داره که درمان های فردی رو شامل میشه، درمان های به صورت خانوادگی رو شامل میشه. باید خانواده ها تو این زمینه یاد بگیرن چه شکل از فردی که مورد خشونت قرار گرفته حمایت بکنن و درمان های فردیمون معمولا کوتاه مدت نیست. باید حواسمون باشه درسته این افراد تمایلی ندارن که خیلی زیاد به مراکز درمانی شاید همون موقعی که این حادثه براشون اتفاق افتاده مراجعه کنن، ولی ما نیاز هست که هفته اول، ماه اول، 2 ماه اول، 3 ماه اول و حتی توی سالگرد حادثه یک چنین ویزیت هایی رو براشون داشته باشیم و درمان ها رو براشون ادامه بدیم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.